هر ساله پیام اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی و کل مردم تاجیکستان ارائه می شود. یعنی پیام این ساله پرزیدنت کشور محترم جناب عالی سمت‌های اساسی رشد و ترقیات مملکت و سیاست داخلی و خارجی کشور را یعنی ذکر نمودند و ارائه نمودند و در مسئله معارف ایشان قید نمودند که سیستم معارف یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاستی یعنی دولت می باشد، حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. ما که آموزگاران هستیم، مخصوصاً محترم جناب عالی درباره آموزش زبان‌های خارجی خیلی جدی گرفتن. آموختن زبان‌های خارجی در شرایط کنونی یک امر ضروری و لازمی است که کشور تاجیکستان 32 سال این جانب که استقلالت به دست آورده است، برای کشور تاجیکستان که در قطار 193 کشور جهان در سازمان ملل متحد و هر سال در اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد شرکت میکند و مثل کشورهای ابرقدرت یک آواز دارد. در کشور ما یک چند سفارتخانه ها و بیرون از در کشورهای خارجی هم سفارتخانه جمهوری تاجیکستان افتتاح شده است. در اینجا کارمندان زباندان لازم است. فاکولتت ما یکی از فاکولتت های با نفوذ دانشگاه ملی می باشد. در اینجا زبان های انگلیسی، عربی، فارسی، هندی، اردو، پشتو، چینی و دیگر و زبان های دیگر یعنی تعلیم داده می شوند. من با گفته جناب عالی می خواهم که سخن در علاوه نمون که در شرایط کنونی زبان‌های خارجی برای هر یک کشور یک امر ضروری است. متخصص‌های سطحی یعنی بین المللی تیار کردن در کار که آنها در کشورهای بیرون از تاجیکستان و در داخل کشور با نمایندگان کورپس‌های دیپلماتی نمایندگان کشورهای خارجی تاجیکستان را معرفی کرده توانند. و ما آموزگاران فاکولته زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه ملی تاجیکستان در از این برآمد جناب عالی یعنی روح الهام گرفته باز یعنی قوه و تجربه و توانایی خود را و آن صرف میکنیم که شاگردان را متخصصان را تربیت کنیم که آنها توانند تاجیکستان را در سطح جهانی و سطح منطقه معرفی کرده توانند.